سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با من. امروز قراره توی این ویدیو تک تک اتفاقایی که توی این مدت توی ایران افتاد و شما به خاطر قطعی اینترنت ازش بیخبر بودید و با هم دیگه مرور کنیم و بهتون توضیح بدم. حتما سابسکرایب کنید. اول از همه من الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم تمام احتمالایی که قراره مثلا جمهوری اسلامی به خاطر این ویدیو برام مشکل درست کنه یا اینکه دیگه نتونم وارد ایران بشم و در نظر گرفتم و بازم دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و قراره آپلودش کنم، چون فقط برای اینکه از جمهوری اسلامی بترسم یا اینکه بتونم چند وقت یه بار بیام ایران و برم، قرار نیست پشت وطن و هموطنم رو خالی کنم و برای اینکه بهشون کمک کنم صداشون رو به دنیا برسونم نقشی نجورم و کمکشون نکنم. واسه من این ویدیو رو میگیرم و آپلود میکنم و از هیچی هم نمیترسم. من برای اینکه چیزی از قلم ننزم یه برگه برشم روش همه چی رو نوشتم، یعنی چیزایی که میدونستم، چیزایی که تونستم تحقیق کنم و پیدا کنم و نوشتم و از روی این میخونم و برای اینکه یادم نره چیزی رو بهتون توضیح میدم. 18 دی شبی که اینترنت رو قطع کردن و دستور تیر خلاص رو دادن، پیر و بچه مرد. تا الان بیشتر از 36,000 نفر مردن و اینو تک تک دنیا میدونه. فقط مزدورایی که ارزشیایی که ساندویچ خورایی که ما یه دونه استخون میندازن جلوشون سر در اینو انکار کنن و میگن کار داعش یا تروریستای خارجی بوده. بله. روسیه، چین، ترکیه، قطر، عربستان، امارات و مصر پشت جمهوری اسلامی بوده و ما قرار این کشورها رو فراموش کنیم. قرار نیست یادمون بره که تو چه روزایی چه کشوری پشتمون رو خالی کردن. ایران با آمریکا مذاکره رو به صورت غیر مستقیم قبول کرده. هنوز نتیجه معلوم نیست و مذاکرات ادامه دارد و به ملت گفتن که کشت و کشتار به دست داعش و تروریستا بوده. داعش و تروریستا بوده. بله. به فرض ما با آمریکا توافق کردید. توافق شما با ملت چه قراره بشه؟ توافق ما با شما فقط در سر نحوه مرگ شما قراره انجام بشه. همون بعد از این اتفاقات فهمیدیم که کسانی که قدرت رو به نام دین میگیرن تحمل شنیدن هیچ صدای جز صدای خودشان را ندارند. حکومت مذهبی یعنی یک صدا، یک نگاه، یک راه. و هر کس جز آن فکر کند دشمن شمرده خواهد شد. مثل ماها. من به شخص مسلمان‌ها رو درست دیدم تو این چند وقت کافر شدم. شما نمیدونم. ولی اگه مسلمانی اینه ببخشید من مسلمان نیستم. یعنی ترجیح میدم نباشم. ما اینجا برای هر گلوله‌ای که به شما خورد هزاران بار مردیم، ولی یه سری ساندویچ خور صرفا برای اینکه استخوان ماهانشون رو قطع نکنن جنازه عزیزانمون رو مسخره کردن. جنازه ها رو در چه یخچالی نگهداری میکنه؟ گزینه یک یخچال سایت بای سایت، گزینه دو دستگاه بستنی ساز، گزینه سه فریزر سوپرمارکت و گزینه چهار یخفروش هستم کاسبی ما. غافل از این که اگر روزی اینا برون، گرچه روزی که این حکومت بره سگاشون هم میبره، ولی شما مزدورای ساندویچ خور رو نمیبره و اون روز قراره که ما جنازه شما رو آتیش بزنیم، چون جنازهاتون انقدر بی‌ارزشه که ما حتی به خودمون زحمت ندیم داخل یخچال نگهداریشون بکنیم. جنگ ما با شما تموم نشده. تا آخرین نفسمون میجنگیم و کشورمون ایران رو آزاد خواهیم کرد. هر چیزی که به ذهنم رسید توضیح دادم. خیلی از چیزایی که شمارش کسایی که جونشون رو از دست دادن، خیلی از چیزای دیگر رو خودتون خیلی بهتر میدونید. تو این مدت همه هر چیزی که باید میدیدن و دیدن، هر چیزی که باید میفهمیدن و فهمیدن. اگه کسی نفهمیده نونش در نفهمیدنه و ما پس نخواهیم کشید. این اولین جنگ نیست، آخرین جنگ هم نخواهد بود. ما همه با هم هستیم، همه اون پشت هم هستیم و این جنگ رو خواهیم برد. مواظب خودتون باشید بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم. اگر شما هم چیزی میدونستید که من از قلم انداختم لطفا تو کامنت ها بگید تا بقیه هم بتونن بدونن. مواظب خودتون باشید، واقعا خیلی دوستتون دارم. حمایت یادتون نره. گرچه من میدونم این ویدیو قرار نیست وایرال بشه، چرا؟ چون این ویدیو با چنل من همخونی نداره. چنل من در مورد چیزای سیاسی نبودش، ولی خب من بازم با اینکه میتونم قرار نیستش که این ویدیو آپلود بشه، بازم این ویدیو رو ضبط کردم و قرار آپلودش کنم، چون حتی اگه یه نفرم ببینه یه نفره. واسه من مهم شمایید، مهم ویر نیست. مواظب خودتون باشید بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم. میبوسمتون از راه دور. فعلا خدافظ.